به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید. 65مین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک. داستان اگر جای تو بودم. نویسنده مجید اوریادی زنجانی. از مجموعه داستان با پاهای کودکی. انتشارات فرمهر. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: غزل بابایی، زهرا کامکار، مریم کرمی و بهار سرمدی. کارگردان مهدی رضایی با همکاری مریم بستانبان. ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک. پیچید توی کوچه. دیگر مطمئن شدم که خودش است. همانطور که داشت با قدم‌های تند راه می‌رفت، برگشت و نگاهی به پشت سرش انداخت. قدم‌هایم را تندتر کردم. صدایش زدم: ملیحه! ملیحه! صدایم توی صدای موتوری که از کنارم رد می‌شد گم شد. دوباره صدایش زدم، این بار اما بلندتر: ملیحه! ملیحه وایسا! 5 سال از آن زمان می‌گذشت. ملیحه بزرگترین بچه از یک خانواده روستایی 6 نفره بود. دار و ندارشان یک تکه زمین بود که پدرش روی آن کشت و کار می‌کرد. هنوز 20 سالش نشده بود. کلاس 5 را تمام کرده نکرده کنار مادرش توی خانه قالیبافی خانه‌داری می‌کرد. نفسم به شماره افتاده بود. قطره‌های عرق از زیر روسریم روی پوست گردنم جاری شده بود. دیگر داشتیم به انتهای کوچه نزدیک می شدیم. اگر وارد خیابان اصلی می شد ممکن بود گمش کنم. شروع کردم به دویدن. کوچه خلوت بود. انگار صدای پاهایم را شنید. نگاهی به عقب انداخت. کیفش را 2 دستی چسبید و شروع به دویدن کرد. ناگهان خانه‌ای باز شد و پسر بچه‌ای پرید وسط کوچه. با هم برخورد کردند و افتادند زمین. چند لحظه ایستادم. بعد با قدم‌های تند خودم را به آنها رساندم. پسر بچه داشت گریه می کرد. ملیحه هم نیمخیز شده بود و پای خودش را گرفته بود. به سمت پسر بچه رفتم و از زمین بلندش کردم. فقط ترسیده بود. همانطور که نوازشش می کردم و دلداریش می دادم به ملیحه نگاه کردم. طوریت نشده ملیحه؟ خودش را جمع جور کرد و نشست روی زمین. سرش پایین بود و زانویش را می مالید. از اخمی که در چهرهش بود فهمیدم که زانویش خیلی درد می کند. در همان لحظه سنی چادر به سر و سراسیمه از همان خانه بیرون پرید. پسر گلم چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ به سمت ما آمد و پسرش را در آغوش کشید. ببخشید خانم، دوستم ملیحه داشت میدوید که پسرتون پرید تو کوچه و با هم برخورد کردن. زن همانطور که پسرش را نوازش میکرد نگاهی به من و ملیحه انداخت. به سمت ملیحه رفتم. کنارش نشستم. اشک روی گونه هایش جاری بود. چند تا موی سفید بین موهای سیاهش توی چشم میزد. لب پایینش را بین دندانهایش فشار میداد. دستم را گذاشتم روی دستش. مقاومتی نکرد. به آرامی دستش را از روی زانویش برداشتم. سر زانویش پاره شده بود. با دستم پارگی شلوار را باز کردم. پوست پایش بد جوری خراشیده شده بود. ببخشید، تقصیر من شد. سرش را بالا آورد. به چشمهای هم خیره شدیم. اشک توی چشمهای هر دوتای ما حلقه زد. لبهایش به حرکت درآمد. سلام عاطفه. به گمانم 3 سال پیش بود که ملیحه بیخبر رفت. پدرم مخالف ازدواج علی و ملیحه بود. راستش اصلاً ازدواج داداشم را به صلاح نمی‌دانست. داداش علی 7 سال از من بزرگتر است. تا آنجایی که می‌دانم مادرم علی را 5 ماه حامله بوده که خبر مرگ نابهنگام داییم به گوشش می‌رسد. از آن زمان به بعد حال روحی و جسمی مادرم به هم می‌ریزد. 2 ماه بعدش هم علی متولد می‌شود. بذار کمکت کنم. اینجا وسط کوچه زشت نشستیم. کمکش کردم تا از زمین بلند بشود. مثل اینکه پای شما آسیب دیده خانم.
تشریف بیارید منزل ما استراحت کنید. نگاهی به زن انداختم و با لبخند گفتم خدا رو شکر، بازم به خیر گذشت. شما خیلی لطف دارید. مزاحم نیستیم؟ این چه حرفیه؟ منزل خودتونه. زیر بغل ملیحه را گرفتم و در حالی که میشلید وارد حیاط خانه شدیم. آنطور که از خاله‌ام شنیده بودم، حرف زدن و راه رفتن علی عقب‌تر از بچه‌های همسن و سالش بوده است. به سن مدرسه که میرسد، به اصرار مادرم و به کمک یکی از اقوام وارد مدرسه عادی می شود و تا به کلاس سوم برسد 2 سال در هر کلاس درجا می زند. آموزگارش می گوید که علی باید به مدرسه استثنایی برود. پدرم موافق بوده ولی باز هم مادرم مخالفت می کند. 1 سال هم به اصرار مادرم برایش آموزگار سرخوانی می گیرد. با این حال توی امتحان پایه 4 مردود می شود. سرانجام به اصرار پدرم توی دکان او مشغول به کار می شود. حالا توی حیاط خانه بودیم. صدای برخورد قطره‌های آب فواره کوچک وسط حوض با سطح آب گوشنواز بود. اگه دوست دارید همینجا توی حیاط روی تخت بشینید. اگه هم توی خونه راحت ترید تشریف بیارید داخل. در حالی که به سمت تخت چوبی کنار حیاط می رفتیم، گفتم حیاط خیلی با صفایی دارید. با اجازهتون همینجا توی حیاط می شینیم. از کنار حوض که رد می شدیم، پسر بچه 1 مش آب پاشید به ما. خندیدیم. ملیحه هم خندید. حالا دیگر دستش گرم بود. ملیحه را اولین بار زمانی دیدم که به اتفاق مامان و خاله‌ام برای خواستگاری به خانهشان رفته بودیم. 1 فرش ماشینی 12 متری کل اتاق را پر کرده بود. تنها پنجره اتاق با پرده کلفت و بدون چین پوشیده شده بود. 1 تابلوی ونیکات به دیوار آویزان بود. کنج اتاق 1 آینه و شامدان قدیمی روی 1 تکه پارچه ترمه به چشم می‌خورد. با سینی چای لبخندی بر لب وارد اتاق شد. انگاری که لبخند را روی لبانش کاشته بودند. چشمان سیاهش بدون سرمه هم گیرا بود. پیراهن آستیندار ساده‌ای با نقش گل‌های قرمز پوشیده بود. هنگامی که خم شد و چای را تعارف کرد، عطر ملایمی به مشامم خورد. موهای بلند بورش که آزادانه روی شونه‌هایش رها شده بود، جذابیتش را 2 چندان کرده بود. لب تخت نشستیم. نگاهی به ملیحه انداختم. دوباره ابروهایش را درهم کرده بود. خیلی درد داری؟ نگاه هم کرد. بیشتر میسوزه. تو رو خدا کفشتون در بیارید راحت باشید. بفرمایید. 1 مش وسایل کمک‌های اولیه توی این پیدا میشه. جعبه را از دستش گرفتم. دست شما درد نکنه. به زحمت افتادین. به ملیحه کمک کردم تا کفشش را در بیاورد و راحت روی تخت بنشیند. بذار یه نگاهی به پات بندازم. حالا پسر بچه هم آمده بود و کنجکاوانه به ما نگاه می‌کرد. زخمش را تمیز و ضد عفونی کردم. زیر چشمی نگاهی به ملیحه انداختم. خیلی دوست داشتم بدانم که قطره‌های اشکی که از چشمانش به روی گونه‌هایش می‌غلتید به خاطر سوزش پایش بود یا چیز دیگری. مادرم به در همسایه سفارش کرده بود که 1 عروس خوب برایش پیدا کنند. تا قبل از ملیحه هم چندین بار خواستگاری رفته بود. ولی از هر کدام به بهانه‌های مختلف جواب رد شنیده بود. ناگفته نماند که همه آنها خانواده‌هایی بودند که ساکن شهر خودمان بودند. این بود که وقتی مادرم از سغرا خانم همسایه دیوار به دیوارمان شنیده بود که خانواده ملیحه ساکن یکی از روستاهای اطراف هستند، امیدوار بود که این دفعه دیگر جواب بله را بگیرد. هرچند برای سغرا خانم پشت چشم نازک کرده بود که پسرم باید دختره را بپسندد. پای ملیحه را باند پیچی کردم و پاچه شلوارش را آرام کشیدم پایین. ممنونم عاطفه جون. خیلی تو زحمت افتادی. شرمندم. من و تو با هم این حرفا رو نداریم. دشمنت شرمنده باشه ملیحه جان.
تازه یه جورایی خودم رو مقصر میدونم. تو چه تقصیری داری؟ خودم بی احتیاطی کردم. دستم را گذاشتم روی شانه‌اش و به آرامی فشار دادم. با وجود اصرار صاحب خانه بر ماندن به دنبال یک جای دنج برای درد و دل، تشکر و خداحافظی کردیم و راهی شدیم. مادرم عکس علی را از توی کیفش درآورد و داد دست مادر ملیحه. او هم نگاهی به عکس انداخت و ماشاءالله ماشاءاللهی گفت و عکس را به مادرم برگرداند. ششتانگ حواسم به ملیحه بود که کنار مادرش نشسته بود و به گلهای قالی خیره شده بود. مادر و خالم در تعریف از داداشم چیزی کم نگذاشتند. مادرم قول داد یک تکه زمین هم توی همان روستا پشت قباله عروس بیاندازد. به 2 ماه نکشید. مادرم یک عروسی مفصل برگزار کرد و علی و ملیحه زندگی مشترکشان را در طبقه بالای خانه خودمان که به نیت داداشم ساخته شده بود شروع کردند. من و ملیحه توی آن 2 سال روزهای خوشی را کنار هم گذراندیم. کلاس 3 دبیرستان بودم. از مدرسه که برمیگشتم کیف و مقنعه‌ام را میانداختم گوشه اتاقم و با همان لباسها میرفتم طبقه بالا. ملیحه معمولاً در آن ساعت پشت در قالی بود. از مدرسه، دوستانم و اتفاقهای روز برایش میگفتم و او هم در حالی که مشغول بافتن بود بیشتر گوش میداد. بعضی شبها علی و ملیحه برای شام می آمدند پایین. پدرم همیشه می گفت خدا یک دختر دیگر هم به ما داده است. گاهی اوقات از دکان برای من و ملیحه یک تکه لباس می آورد. یکی از همان شبها بود ملیحه یک بشقاب ریحان تازه از بالا آورد و گذاشت جلوی پدرم و با ذوق و شوقی گفت بفرمایید آقا جون. نوش جونتون. پدرم ریحان خیلی دوست داشت. مادرم پشت چشمی نازک کرد و گفت یعنی ما نخوریم دیگه عروس. ملیحه دست و پایش را گم کرد. جواب داد ای وای، نه عزیز خانم، این چه حرفیه؟ به خدا منظورم این نبود. مادرم آن شب لب به سبزی نزد. پدرم اما همه ریحان ها را خورد و هی به به و چه چه کرد. مادرم طاقت نیاورد و نگاهی به او انداخت و گفت یه جوری میخوره انگار تا حالا سبزی نخورده. پدرم نگاهی به ملیحه و بعد به من کرد و چشمکی زد و جواب داد خوردم خانم خوردم، اما این سبزی یه مزه دیگه ای داره. ملیحه سرش پایین بود و خودش را با غذا مشغول کرده بود. علی هم مثل همیشه هیچ حرفی نمیزد. با نگاهی سرد غذایش را تمام کرد و پای تلویزیون نشست. مادرم تا 2 روز با پدرم حرف نزد. یک بار از ملیحه راجع به کیفیت رابطه‌اش با علی پرسیدم. لبخند تلخی زد و گفت رابطمون؟ خب مثل بقیه زن و شوهراست دیگه. هرچه به خیابان اصلی نزدیکتر می شدیم، سر و صدای ماشین ها بیشتر می شد. در سکوت کنار یکدیگر قدم بر می داشتیم. ملیحه همچنان می لنگید. سرانجام سکوت را شکستم. برنامه چیه ملیحه؟ فرصت داری 1-2 ساعتی با هم باشیم؟ نگاهی به ساعتش انداخت. پرسیدم ساعت چنده؟ سرش را بالا نیاورد. فقط جواب داد 11 ربع کم. باشه خب اگه دوست نداری مزاحمت نمیشم. کاری نداری؟ نگاهی به من انداخت و گفت نه. پس خداحافظ. با دستپاچگی گفت منظورم اینه که دوست دارم با هم باشیم. کار واجبی ندارم. برگشتم توی چشمهایش نگاه کردم. لبخند زدم. او هم لبخند زد. گفتم این شد حرف حسابی. خب حالا کجا بریم؟ پیشنهادی داری؟ نه. تو چی؟ من که از قبل فکرش را کرده بودم گفتم با کافی شاپ موافقی؟ سرش را با علامت مثبت تکان داد. گفتم البته به شرط اینکه مهمون تو باشیم ها. جواب داد من که اصلا کیف پول همراهم نیست. 2 تایی زیر خنده زدیم. حالا شدی همون ملیحه همیشگی. نشانی نزدیکترین کافی شاپ را گرفتیم. 2 تا 4 راه بالاتر بود. با اینکه آفتاب بود باد ملایمی می‌وزید
و سایه درخت‌های کنار پیاده رو قدم زدن را دلچسب کرده بود. این بود که پیاده به راه افتادیم. یک روز تازه از مدرسه برگشته بودم. مادرم توی آشپزخانه بود. سگرمه‌هایش بدجوری توی هم بود. رفتم سر قابلمه و درش را برداشتم. عطر خوش قرمه سبزی بلند شد. آب دهانم راه افتاد. خواستم ناخنکی بزنم که صدایش بلند شد. دلگی نکن دختر، شکمتو نگه دار. نیم ساعت دیگه نهار میخوریم. تکه گوش برداشتم و گذاشتم دهانم. زبانم سوخت. دستم را بالا آوردم و شروع کردم به باز زدن دهانم. سوختی؟ دلم خنک شد. به هر زحمتی که بود قورتش دادم. با ناراحتی گفتم باز دیگه چی شده؟ نگاه غضبناکی به من انداخت و گفت این چه طرز حرف زدن دختر؟ هرچند نتیجه نشست و برخاست با اون دختر چشم سفید بهتر از این نمیشه دیگه. اگر اوضاع همینطوری میخواست پیش برود باید تا شب گشنه میماندم. رفتم دست انداختم دور گردنش و بوسیدمش و با ناز گفتم خب ببخش مامان خوشگلم، خسته ای؟ میخوای ماساژت بدم؟ دستم را از پشت گردنش برداشت و گفت حالا دیگه خودتو لوس نکن. خسته نیستم. نگرانم. با تعجب پرسیدم نگران؟ نگران چی؟ نگران علی. چطور مگه؟ طوری شده؟ با چشمانی اشک‌آلود نگاهی به من انداخت و جواب داد دیگه باید چطور بشه؟ این دختر نمیخواد حامله بشه؟ الان 1 سال و نیمه. دیگه بوی کی؟ تند پیاز چشم من را هم داشت می‌سوزاند. کنار پنجره رفتم، نگاهی به حیاط انداختم و گفتم خب شاید نمیخوام فعلا بچه دار بشن. از علی پرسیدی؟ مادرم در حالی که آب بینیش را بالا می‌کشید گفت حرفا میزنی ها؟ اون بی زبون کی حرف میزنه که حالا بزنه؟ بعدشم این دختر که از صبح تا شب توی خونه است. علی هم در دکون. چرا بچه نخوان؟ حالا منظورت چیه؟ چهرهش از حالت جدی درآمد و با لحن خواهشی گفت میشه تو زیر زبون ملیحه رو بکشی؟ ببینی چه خبره؟ شاید به تو بگه. 2-3 تکه خیار از توی ظرف سالاد گذاشتم دهانم. در حالی که خیارها را می‌جویدم گفتم ملیحه نم پس نمیده. خیالت راحت. چند بار ازش درباره رابطه‌شون پرسیدم. جواب درستی به من نداد. مامان در حالی که پشتش به من بود و داشت میوه میشست گفت پس اگه اینطوریه خب شاید این دختر یه چیزیش میشه. با تعجب پرسیدم یعنی چی؟ میخوای بگی که بچه دار نمیشه؟ از آن به بعد مادرم چند بار این مسئله را با پدرم مطرح کرد، اما او هر بار سکوت میکرد و هیچی نمیگفت. بعد از مدتی مادرم پایش را توی یک کفش کرد که ملیحه و علی باید آزمایش بدهند. من را هم مأمور کرد که ملیحه را راضی کنم، ولی من زیر بار نرفتم. دست آخر یک شب که دور هم نشسته بودیم و تلویزیون نگاه میکردیم، مادرم نه گذاشت و نه برداشت رو به ملیحه کرد و گفت عروس، فکر نمی کنی دیگه وقت بچه دار شدنتونه؟ مردم توی در و همسایه حرف در میارن. ملیحه نگاه تعجب آمیزی به من و بابا کرد. انگار از ما انتظار داشت که چیزی بگیم. بعد رو به مامان کرد و گفت چه حرفی؟ مامان با لحنی تمسخرآمیز جواب داد خودت نمیدونی؟ میگن شاید عروس فلانی اجاقش کوره که بعد از 2 سال بچهش نمیشه. پدرم چند بار سرش را با علامت تأسف تکان داد. بعد بدون هیچ حرفی بلند شد و به حیاط رفت. ملیحه زیر لبی گفت ما بچه نمیخوایم. مادرم با چشمهای گشاد شده نگاهی به من کرد و بعد به ملیحه و انگار حرف ملیحه را درست نفهمیده پرسید بچه نمیخواین؟ یعنی که چی؟ مگه همچین چیزی میشه؟ چه حرفا؟ اشک در چشمان ملیحه حلقه زده بود. دیگر نتوانستم سکوت کنم. گفتم مامان الان وقت این حرفا نیست. مادرم با ناراحتی نگاهی به من انداخت و با تندی گفت پس کی وقتشه؟ هان؟ من و بابات نوه میخوایم.
بیشتر از اینم نمیتونیم منتظر بمونیم. علی و ملیحه باید برن آزمایش بدن تا ببینیم مشکل چیه. ملیحه بلند شد و با عجله به سمت در رفت. صدای گریه‌اش توی راه پله‌ها به گوش می رسید. آن شب گذشت. یک روز ظهر که از مدرسه برگشتم خانه، صدای مادرم را شنیدم که داشت با صدای بلند و عصبانی پشت تلفن صحبت می کرد. از قول من به ملیحه بگید اگه تا فردا برنگرده پسرم طلاقش میده. اون وقت پشت گوششو دید مهریه هم میبینه. کیفم را روی مبل انداختم. به سمت اتاق دویدم. سراسیمه گفتم: کی بود مامان؟ چی شده؟ صدای مادرم می لرزید. دختر ذلیل مرده ساکشو برداشته رفته خونه باباش. منم آب پاکی رو ریختم رو دست مامانش. خدا بده شانس. دختر رو بردار از روستا بیاره شهر، توی خونه حاضر و آماده. پسر دست گلت رو بده بهش، همه جور امکاناتم در اختیارش بذار، نازشم بکش. اون وقت برگرده بهت بگه بچه نمیخوام. بعدشم قهر کنه بره خونه باباش. ملیحه بر نگشت. مادرم هم سرانجام حکم طلاقش را گرفت. 3-4 تا میز و صندلی چوبی در تراس کافی شاپ وجود داشت. پشت یکی از میزها کنار نرده چوبی تراس نشستیم. گلدانهای روی نرده پر بودند از گلهای شمعدانی قرمز و صورتی و سفید. بقیه میزها خالی بود. دستهای ملیحه را در دستانم گرفتم. پوست دستش زبر و زمختر از قبل شده بود. چشم در چشم هم دوختیم. اشک در چشمان هر دوی ما حلقه زد. نمیدانم چند دقیقه گذشت. صدای برخورد فنجان با میز ما را به خودمان آورد. ملیحه قوری را برداشت و مشغول ریختن چای شد. گفتم: آخرین باری که با هم چای خوردیم یادته؟ سرش رو با علامت مثبت تکان داد. پشت دار قالی. تکه‌ای کیک در دهانم گذاشتم و گفتم: هنوز هم قالی میبافی؟ فنجان چای را 2 دستی چسبید و به آن خیره شد. بعد لبخند تلخی زد و جواب داد: بابام که فوت شد من موندم و مادرم و خواهر و برادرم که مدرسه میرفتن. فنجانم را پایین آوردم. با تعجب و تأثر پرسیدم: آخه روحشون شاد، ولی پدرت که سن و سالی نداشت. اشک از چشمانش سرازیر شد. با صدای بغض‌آلود گفت: از قصه من سکته کرد. به سال نکشید. هیچ وقت خودمو نمیبخشم. خیلی متاسفم ملیحه جون. درکت میکنم. از دست دادن پدر، اونم برای یه دختر، خیلی سخت و طاقت فرساست. رنگ و رویش پریده بود. تکه‌ای نبات توی فنجان چایش انداختم و هم زدم. حالا اینو بخور، قند خونت بره بالا. چند دقیقه‌ای در سکوت سپری شد. میدونی تا چند روز بعد رفتنت میرفتم بالا و میشستم پشت در و گریه میکردم. همش از خودم میپرسیدم چرا رفت؟ اونم انقدر ناگهانی، بدون هیچ خبر و خداحافظی. راستش دلم خیلی ازت گرفت. اصلا بهم برخورد. همونطور که سرش پایین بود و چایش را هم میزد گفت: حق داری. منم اگه جای تو بودم همین حس و حالو داشتم. مکسی کرد. آهی کشید و ادامه داد: ولی نمیدونم اگه تو جای من بودی چی کار میکردی. بی معطلی گفتم: قبول دارم که مامانم سر بچه و آزمایش گیر داده بود و تحت فشار بودی، ولی واقعاً راهش این بود؟ تو کاری کردی که دهن من رو جلوی مامانم بستی. ملیحه به پشتی صندلیاش تکیه داد. دستانش را روی میز به هم گره کرد و به نقطه نامعلومی خیره شد. میخوای حقیقت رو بدونی عاطفه؟ فکر میکنی طاقت شنیدنش رو داری؟ فقط اینو میدونم که نمیتونم تا آخر عمر با این ابهام توی ذهنم زندگی کنم. به نقطه نامعلومی خیره شد و شروع به صحبت کرد. واقعیت اینه که من و علی حتی یه بارم به هم نزدیک نشدیم. نه اینکه من نخوام، نه. علی نتونست. با ناباوری گفتم: ولی
ولی تو که میگفتی. اجازه نداد حرفم را تمام کنم. آره، خب چی میگفتم؟ اولش فکر میکردم درست میشه. خیلی سعی کردم ولی علی به من دستم نمیزد. گفتم پس شب عروسی اون دستمال که از لای در بیرون دادی. گیج شده بودم. سکوت کردم. سرش را بالا آورد. با لبخند محوی بر لب گفت بپرس. مگه نمیخوای حقیقت رو بدونی؟ به پشتی صندلی تکیه دادم. به ملیحه زل زدم. دیگر اشتیاقی برای دانستن نداشتم. دوباره به همان نقطه خیره شد. انگار داشت با خودش حرف میزد. تازه به سن تکلیف رسیده بودم. هر از گاهی میومد خونمون. همیشه هم یه چکمه بلند تا زیر زانو پاش بود. شلوارش توی کفشش بود. یه ترکه هم دستش بود. یه سیبیل کلفت هم پشت لباش بود. موهاش سیاه و فرفری بود و خط ریشش تا پایین گوشاش می اومد. از نگاش خوشم نمی اومد. هر وقت که می اومد تو اتاق قایم می شدم. یواشکی گوشه پرده رو کنار می زدم و با ترس نگاش می کردم. پدرم خدا بیامرز همیشه با سر خمیده و دستای قلاب شده به هم جلوش وای می ساد. صداشون رو می شنیدم. همیشه بیشتر اون حرف می زد و پدرم با بله آقا و چشم آقا جواب می داد. اشک در چشمان ملیحه حلقه زده بود. دستم را به آرامی روی دستانش گذاشتم. ناخودآگاه تکانی خورد و دستانش را کنار کشید. هراسان نگاهی به من کرد. مکسی کرد. انگار دوباره من را شناخت. دستانش را پیش آورد و در دستانم گذاشت. به سردی یخ بود. با صدایی که حالا می‌لرزید ادامه داد. اون روز مثل همیشه پدرم رفته بود سر زمین. مادرم هم رفته بود مرکز بهداشت روستا واکسن مینا و محسن رو بزنه. داشتم حیاط و آب و جارو می‌کردم. صدای در حیاط به گوشم خورد. پرسیدم کیه؟ خودش بود. قلبم به تپش افتاد. درو باز نکردم. پرسید مادر و پدرت خونن؟ منم گفتم نه. گفت برای پدرت پول آوردم. جرئت نمی کردم درو باز کنم. دوباره صداش بلند شد. پس از قول من به پدرت بگو دارم میرم شهر. 1 ماه دیگه برمیگردم. پولت هم میمونه پیشم. با تردید رفتم جلو و لای در رو باز کردم. از نگاش چنده شم شد. یه بسته تو دستش بود. یه نگاه تو حیاط انداخت و سر رو دراز کرد سمت من. زل زده بودم به ملیحه. دهانم خشک شده بود. صدای تپش‌های قلبم را می‌شنیدم. دستم رو از لای در بیرون بردم و بسته رو گرفتم. یهو دستم رو گرفت و منو هل داد تو حیاط. خواستم جیغ بزنم که یه دستش رو گذاشت رو دهنم و با دست دیگش از پشت بغلم کرد. جیغ می زدم. ولی صدام تو دستش خفه می شد. راه افتاد سمت خونه. هرچی دست و پا می زدم فایده نداشت. با لگد در رو باز کرد. منو برد تو اتاق و در رو بست. بهتم زده بود. اشکهایش را می دیدم که بر گونه هایش می غلتید و پایین می آمد. بعد اون جریان حس ناپاکی از وجودم بیرون نمی رفت. احساس گناه همیشه اذیتم می کرد. این بود که تصمیم گرفتم ماجرا رو با هیچکی، حتی مادرم در میون نذارم. ولی همیشه سر نماز از خدا میخواستم که کمکم کنه تا این ننگ باعث بی‌آبرویی خودم و خانوادم نشه.
تا اینکه شما اومدید خواستگاریم. دیگر نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. سرم را پایین انداخته بودم. احساس می کردم که کلمه کلمه حرفهای ملیحه مثل پتکی بر سر من فرود می آید. شب عروسی علی اصلا به من نگاه هم نکرد، چه برسه به پشت به من رو تخت نشسته بود. نمیخواستم فرصت رو از دست بدم. هر جور شده باید خودم از شر اون ننگ خلاص میکردم. از قبل فکرشو کرده بودم. این بود که چشمهای خیسش را بست. همانطور که سرم پایین بود همراه با او می گریستم. برنامه‌ها و فعالیت‌های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.